برو به جان مادرت برو به جان عبدالبت برو. من تلاش خودمو کردم، از ساعت 8 صبح دارم مثل پروانه دور سرت میچرخم ولی نمیای. چی شده؟ توضیح بده چرا اینجوری شده؟ اصلا من نمیام دایی، من اومدنی نیستم. نه بایی باید خودم میگنم، من بیمارستان نمیرم. چرا دیرو التماسم کردی؟ گفتی تو رو خدا جان منو به جان بچه‌م قسمم داده. این احتمال زیاد قطع میشه. خب یعنی از درمانش فقط باید زودتر باش قطع میشه که عفونتش پخش نشه تو بدنش. اگر فقط بتونی رازش کنی بیا بیمارستان. چون من الان اگر چیز بشه من دقت کنی داره دیگه مقدار پخش مشکلی میکنه. خودم اصرار زخمش خیلی وقت بوده باز بوده، زخمش موجود رو گرفته کنم که الان یه به محله رسیدی باش گرفته. مهدی به من گفتی نمیدونم برو پول بیار، نمیدونم لباس برات آوردم.